سلام دوستان. امروز می‌خواهیم درباره موضوعی صحبت کنیم که شاید کمتر به آن توجه شده باشد، اما اهمیت زیادی دارد. موضوعی که به تاریخ، فرهنگ و استقامت یک ملت برمیگردد. دلم می‌خواد درباره چیزی باهاتون صحبت کنم که ای کاش قبل از اینکه تمدن‌های باستانی رو مطالعه کنم در موردش می‌دونستم. تابندگی و استقامت اسرائیل. این کشور کوچک در قلب خاورمیانه با تاریخی پر از چالش‌ها و پیروزی‌ها. اسرائیل برای بیش از 300 سال در کانون درگیری‌های بیشماری بوده. از زمانهای باستان تا به امروز این سرزمین همواره مورد توجه و تهاجم قدرت‌های بزرگ بوده است. با این حال در طول تاریخ اسرائیل در برابر همه مشکلات دوام آورده و شکوفا شده. این سرزمین با وجود تمام سختی‌ها و چالش‌ها همواره توانسته است خود را بازسازی کنند و به جلو حرکت کنند. به مصر باستان فکر کنید. یکی از بزرگترین و قدرتمندترین تمدن‌های تاریخ. فرعون سعی کرد بنی اسرائیل رو به بردگی بگیره، اما اونها بالاخره آزاد شدند. این داستان آزادی و مقاومت یکی از مهمترین و الهام بخشترین داستان‌های تاریخ است. وقتی فرعون تعقیبشون کرد، ارتشش در دریای سرخ نابود شد. این واقعه نشان دهنده قدرت ایمان و اراده یک ملت است. بیایید جلوتر بریم به امپراتوری آشور. یکی از بزرگترین و بیرحمترین امپراتوری‌های زمان خود. اونها اسرائیل و یهودیه رو فتح کردند، اما امپراتوریشون به زودی از هم پاشید، در حالی که هویت یهودی قوی باقی موند. این نشان می‌دهد که قدرت نظامی همیشه نمی‌تواند هویت فرهنگی و دینی یک ملت را نابود کند. بابلی‌ها اولین معبد رو ویران کردند و یهودیان رو تبعید کردند. این یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ یهودیان بود. اما کمی بعد یهودیان برگشتند و اون رو بازسازی کردند. این بازگشت و بازسازی نشان دهنده عزم و اراده قوی این ملت است. تحت حکومت امپراتوری پارس، اسرائیل تحت سلطه خارجی بود، اما این سلطه نتوانست هویت و فرهنگ یهودیان را از بین ببرد. یهودیان به لطف رهبرانی مثل عزرا و نحمیا تونستند به وطنشون برگردند و اورشلیم رو بازسازی کنند. این رهبران با ایمان و اراده قوی ملت خود را به سوی بازسازی و پیشرفت هدایت کردند. یونانی‌ها در دوره هلنیستی سعی کردند فرهنگ خودشون رو تحمیل کنند، اما یهودیان با مقاومت و شورش مکابیان هویت دینی و فرهنگی خود را حفظ کردند. شورش مکابیان یکی از مهمترین و الهام بخشترین مقاومت‌های تاریخ است که نشان دهنده قدرت ایمان و اراده یک ملت است. حتی پس از اینکه رومی‌ها معبد دوم رو ویران کردند، یهودیان فرهنگ خودشون رو در تبعید زنده نگه داشتند. این نشان دهنده قدرت و استقامت فرهنگی و دینی این ملت است و در نهایت پس از 10,000 سال به وطن خودشون بازگشتند. این بازگشت نشان دهنده عزم و اراده قوی این ملت است که هرگز از هویت و فرهنگ خود دست نکشیدند. در دوران مدرن، امپراتوری‌های بزرگی مثل بریتانیا، عثمانی و آلمان سعی کردند سرنوشت اسرائیل رو رقم بزنند، اما همه شکست خوردند. این نشان دهنده قدرت و استقامت این ملت است که هرگز تسلیم نشدند. از زمان تأسیس اسرائیل در سال 1300 این کشور با حملات متعددی از سوی کشورهای همسایه عرب مواجه شده، اما هر بار توانسته است با قدرت و استقامت خود از این حملات جان سالم به در ببرد. با این حال در جنگ‌هایی مانند جنگ استقلال، جنگ 6 روزه و جنگ یوم کیپور، اسرائیل هر بار پیروز شد. این پیروزی‌ها نشان دهنده قدرت نظامی و استقامت این کشور است. تاریخ ثابت می‌کنه قدرت نظامی، معنوی و فرهنگی اسرائیل باعث میشه هر گونه حمله به اون محکوم به شکست باشه. این کشور با تاریخ و فرهنگی غنی همواره توانسته است خود را بازسازی کند و به جلو حرکت کند. واقعیت‌ها خودشون گویای همه چیز هستند. اسرائیل با تاریخ و فرهنگی غنی همواره توانسته است خود را بازسازی کند و به جلو حرکت کند. این کشور با وجود تمام چالش‌ها و سختی‌ها همواره توانسته است به جلو حرکت کنند.
و به یکی از قدرتمندترین و پایدارترین کشورهای جهان تبدیل شود.